سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی. اول از همه خیلی ممنونم بابت اینکه ما رو حمایت کردید. خیلی ممنونم بابت کامنتاتون، لایکاتون، صحباتون و همچنین نظراتی که بیان کردید و امیدوارم که بتونیم تو این مدتی که داریم ویدیو لانگ میسازیم بازم به اندازه‌ای که ویدیوهاشو شما رو جلب کرد اینم شما رو جلب نظر شما رو جلب کنه و شما هم در این مورد یه کامنت یا یه لایک اگه دوست داشتید و مایل بودید برای ما بذارید چون که به ما انرژی میده. خب دوستان عزیز، بدون معطلی بریم سراغ اولین دانستنی از ویدیو لانگمون که اولین ویدیو کانال ما هستش از کانال فکتینگ. امیدوارم که ازش خوشتون بیاد و اگرم مایل بودید و صلاح دونستید ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. خب بریم سراغ اولین دانستنی. یک، چند سالتون فهمیدید که روانشناسا میگن پسرها برای دلیل کردن خیلی مناسب تر هستند زیرا آنها کمتر قضاوت میکنن و بیشتر گوش میدن. دومین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که زنان هر روز 4 برابر مردان بیشتر صحبت میکنن. سومین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که روی کره زمین حدود 500,000 تا جزیره وجود داره و انسان فقط روی 2% آن زندگی میکنه. چهارمین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که پفک 9 برابر وزنش آب جذب میکنه، به همین دلیل معده رو پر میکنه و سبب بی اشتهایی میشه. پنجمین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که بطری وارونه سس کچاپ برای مخترع آن یعنی پل براون 13 میلیون دلار کسب کرده است، یعنی به خاطر اینکه بطری رو بسازه 13 میلیون دلار درآمد کسب کرده. ششمین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که عقابا اصلا موقع سفر روی دریا پرواز نمی‌کنند. هفتمین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که در آمریکا هر 40 ثانیه یک گزارش بچه روبایی داده میشه که کلا تو سال میشه 800,000 بار گزارش میشه، یعنی پارسال تو پارک ملی آمریکا چیزی حولوش 1600 نفر بدون هیچ اثری گم شدن. هشتمین دانستنی، چند سال فهمیدی که دانه بامبو 4 سال زیر خاک میماند و رشدش دیده نمیشود، اما در سال پنجم بیش از 25 متر رشد میکنه. نهمین دانستنی، چند سال فهمیدید که بیش از 60% زوجا بعد از ازدواج چاق میشوند. و آخرین دانستنی یعنی دهمین دانستنی، چند سالتون فهمیدید که افراد سیگاری 4 برابر از افراد غیر سیگاری زودتر خسته میشوند. خب دوستان عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه پسندیدید خیلی ممنون میشم که لایک رو بکوبید و اگر نظری هم داشتید زیر همین ویدیو بنویسید. تا دیداری دیگر و ویدیوی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.